منطق ما برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی قوی شدن است. آنچه که امروز در این مجموعه می‌بینید یکی از چندین تأسیسات نگهداری موشک‌های راهبردی نیروی دریایی سپاه است. شما پشت سر ما ستونی از این موشک‌ها و سیستم‌های پرتاب اونها رو ملاحظه می‌کنید. طول این ستون‌ها کیلومترها ادامه داره و تعداد زیادی از این مجموعه‌ها در نیروی دریایی سپاه وجود داره.